فرهاد جبارов یکی از خبرنگاران فعال ورزشی تاجیکستان که با دانش ورزشی و عموما دلسوزیش به ورزش تاجیک معروف بود امروز در کنار ما نیست. در نشست‌های گوناگون مطبوعاتی همگی انتظاری آن را داشتند که او حتما سوال مهم خواهد داد و نظر و اندیشه‌های او همچون خبرنگار و همچون انسان در نزد همکاران متخصصان ساحه ورزش اعتباری بلند داشت. امروز این خبرنگار پرتجربه در سن 63 سالگی از عالم چشم پوشید و جامعه ورزشی کشور را اندوهگین نمود. همکاران سابق و مسئولان نهادهای ورزشی و نیز ورزشگرانی که سالهای طولانی فرهاد جبارов را می‌شناختند برای تعزیه به نزدیکان مرحوم آمده بودند. ضمناً فرهاد جبارov را مخلصان ورزش از زمان نشر روزنامه پرطرفدار ورزش سپورت می‌شناختند و در فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه و باشگاه کمیویا فعالیت داشت. بنابراین مسئولان نهادهای مختلف و فوتبال بازان باشگاه‌های کشور همگی جهت گسیل او به منزل آخرت آمده بودند. فرهاد جبارov تجربه بیش از 40 ساله خبرنگاری ورزشی داشت و شاگردان موفق را تربیت نموده همیشه تجربه خود را از نسل نو خبرنگاران ورزشی دریغ نمی داشت. اولین روزهای شناسایی ما با استاد هنوز در سال 2015 بود و در واقع باید این چیز را اعتراف کنیم که استاد همچون یک راهنما، یک نفری که کوشش میکردند تمام سیر و اسرار این پیشه بسیار مشکلی روزنامه‌نگاری ورزشی را به دیگران آموزند، رفتار میکردند، دستور سپارش‌ها و همچون هدایت‌های آن کس در دوام دوره کاری که با نشان داشتیم واقعا هم برای ما بسیار عبرت آموز به حساب می رود و نگفته هم نماند که اولین مقاله ها، اولین تلاش ما باعث یک روزنامه‌نگاری ورزشی محض زیر راهبری استاد بود و حتی در یک جایگی این مقاله ها هنوز در سال 2015 نشر شده بودند. این یک تلفات کلان است چون یکی از ستون‌های رشته روزنامه‌نگاری ورزشی کشور از دنیا گذشتند. در حقیقت فرهاد جبارov یک شخص بزرگ، شخص کاردان و مهنت دوست. ما با این شخص سالهای دراز همکاری داشتیم. آن کس راهبری گروه مطبوعاتی دسته کلوب مرکزی ورزش بودند و در حقیقت در فعالیت خود خیلی صمیمی بودند. روز نگفته، شب نگفته زحمت میکشیدن. من فکر میکنم که امروز برای ژورنالیستیک تاجیکستان و برای دسته کلوب مرکزی ورزش یک تلفات بزرگ است. فرهاد جبارov از پرکارترین روزنامه‌نگاران ورزشی بود. من فکر میکنم که این درگذشت یک مصیبت سخت بسیار وزنین هم برای فوتبال تاجیک و هم برای روزنامه‌نگاران ورزشی به حساب میرود. بسیار انسان خوب بود، متخصصی بهترین بود و یادشون گرامی بود. فرهاد جبارov نابیغه نبود، بلکه خبرنگاری سرسپرده ورزش بود و حیات خود را به دلسوزی به ورزش و رشد ورزش پیوند داده جای او خالی خواهد بود.